جب رفته کیه بیرون؟ سامی جون خودت کلی چرا زحمت کشیدی؟ قابل طور نداره شیما جون. بچه ها همه اومدن؟ تو به بقیه چی کار داری؟ با دختره یه گرم بگیری چشاتو در میارم. باز گفتی دختره دیگه؟ اصلا میشه تو جایی باشی من چشم دختره دیگه رو ببینه؟ جوجوی من. قربونت برم. شیما بودو تو ستاره کار داره. ببخشید. سامی. جوجوی من. من پیشی بودم. آخ پیشیه من. چرا دیر کردی؟ ببینم محسن این سر صدا تو کوچه هست نریزم بگیرم این وقت. نه بابا به یکی گفتم بیاد که اگه توپم در کنن کسی جرأت نمیکنه این برای آفتابی شه. ایول کی هست؟ پایگاه بسیج منطقه اومد. به صاحبخونه بگید بیاد پایین اون نوای شیطانی رو هم خاموش کنید. چه خبره؟ چرا چی می‌کنی؟ اینو قطع کن ببینم. اون چراغو بزن. مقداد مرکز. مقداد مرکز. خانم بلند شو اجامشون درست کنن. خانم بلند شو اجامتو درست کن بهت میگم. بیاش خالا رو بعد تو دستشویی. این چی کار داره بکنه؟ بیا بالا بر ببینم باقالی. میخوای سر همه رو به باد بدی؟ آقا جون مادره همشونو بگو. اگه حاج آقا بفهمه روزگارم و سیاه صدا نکن بینم. بیچاره میشن. این بود میخواست امنیت مهمونی رو تضمین کنه. پاش تو سره. وای اگه بابام بفهمه چی میشه؟ داداشم ببینم. خودم حلش. بیار پایین برید کجا بینم بچو چیو حلش میکنم؟ پس حداقل من یکی رو یه جوری فراری بده. دقیقا ساکت شین ببینم چی میشه. دوست پسرم بیاد اینجا بیچارم میکنه بدبخت. خفه شو بابا تو هم با این دوست پسر کچله تو این هیلی بیرفته که دوست پسره. ندا بیخیال شو دیگه. نگاه کن چه قیافه‌های خفنی دارم ببرن اون بیچاره‌مو میکنم به خدا. وای یه مینیبوس هم آدم آوردن خیلی میترسم. انت برادر من متوجه هستم که شما باید به وظیفتون عمل کنید. وظیفه نه، تکلیف. هر چی که بگید حق با شماست. واقعا من میدونم که سر صدا زیاد بوده، ممکنه همسایه‌ام شکایت کرده باشن. الان چه راهی به ذهنتون میرسه که ما اون کارو انجام بدیم؟ وقت ما رو نگیر آقا. برو با تمام بیا پایین. مقداد بچه‌ها رو بگم بیان پایین. بگو فلان تو ماشین باشن. این رازلو باشه که نیومدن پایین همه رو اعزام میکنیم داخل. چشم برادر. عرض کردم که اینجا یه مهمونی خصوصیه. شما چه نسبتی با اینا داری؟ من دامادشون هستم. برو بگو پدر خانومت بیاد. ما با صاحبخونه کار داریم. ببین حاج آقا، من هنوز حاجی نشدم. ان شاءالله که خدا قسمتتون کنه. ببین برادر من، داداش من، دوست عزیز، بیا یه برادری کن این دفعه رو کوتاه بیا. اصلا من یه عرض 2 دقیقه دارم اونجا. یه دقیقه با من تشریف بیارید. خواهش میکنم. تشریف بیارید. چه سیروشیه ولکنم نیست. کلاشو نگاه این پسر خاله میمونه. پول نداریم دیگه بابا. چقدر شده؟ 1,700. بستشونه دیگه مگه چه خبره؟ شما یه جور حرف میزنین انگار پولا رو داریم به من میدیم. بیا برید خودتون یه کاری کنید. ماشین آوردن هممونو ببرن. بیا ببینم خوشگله. شل کن کیسه رو ببینم. من؟ بیا بالا ببینم. آخه من که اونقدر پول همراهم نیست. بده من ببینم. ندارم. فکر کن 1%. آخه جواب حاج خانومو چی بدم؟ بغل نگهدار. دستی چقدر شداش؟ 7 تومن. 7 تومن؟ 2 قدم راه 7 تومن. چه خبره؟ از نیاورون تا یاخچی آباد 2 قدم راهه. این ریخت و لباس نگاه کردی رقم پروندی ها؟ داداش این همش آری است. این 4 تومن رو بگیر به خدا برکت. عجب آدمایی پیدا می‌کنی.
خب بس. چی میگی؟ ببینم روانی رفتی مینیبوس خطی جای مینیبوس بسیج آوردی؟ نمیگی یکی روشو بخونه 3 بشه؟ جون سامید دقیقه 90 بود دستم به جایی بند نبود مجبور شدم برم سراغ این جعفر گشنه. حالا ول کن این حرفا رو بی بغل عمو. افتخار دو شاخه چای بریزم نمون شکلانه وقت چاییه بحثا تو ردیف موزیکو وا بود امشب اولین بار بود چشم اینقدر ترسیده بود تونه ترس چیه همون کسی با ماها که دلمون پاکه که کاری نداره که بده برات قاطی کنم دو ضبط قصد کن ببینم بچه یه دقیقه ساکت کمش کن دارن در میزنن کی این وقت شب؟ کسی نیست بابا نترس این جعفر گشنه است اومده دنبال حساب کتابش یه 100 چوب از اون پولا به من بده بیا الان ردیف آقا ردیف کنی من اومدم کیه؟ منم جعفر گشنه میمردی فردا صبح میومدی زهرمون ترکی همینه؟ بله جناب سروان همینه جناب سروان یه همدست هم داره اسمش سامانه خودم تا همینجا تعقیبش کردم بچه در این مامور اومده آقایون توجه داشته باشین نه چشم بندیه نه خالی بندیه 3 تا کارت داریم عین همه یکیش خال داره خال پیدا کنی 1 به 10 بردی یه سبزی میذاری 5 تا 2000 برمیداری ببین خال داشته باشه داشت این خال اینم ببین سفید اینم که سفید حالا بگید پیداش کن بفرما باشه وایسا سبزه گو سبز اول رو کن نه اول سبز رو کن زمین و پاسارگادم قبوله یا سبز وسط دستتو بکش شتک بهت میگم سبز اول رو کنی بابا شما این کاری نیستید صبر کن مثل که شیپیش جیب همتون داره قاب میندازه بازی تعطیل آقا بعد بریم کوشیکم پهلوون الخالبار چنی اصرفی چی گفت؟ منظورم اینه اگر خال بیاد چقدر میدی؟ 1 به 10 یه سبز میذاری 5 تا بیور میداری 5 تا بدم چقدر گیرم میاد 5 تاشم میکنه 50 چوب 5 تا میذاری باره بریم پس خال پیدا کنی 50 چوب بردی باره بریم بفرما پنجه گذاشت ببری 50 چوب بردی ببینیم شانس باد یار هست یا نه آخه بعد بردی شانس باد نیست سفید در اومد نبود دیگه جمع کنیم آقا ما جمع کردیم رفتیم خب دیگه نبود
آدم زرنگی که دست رو بکن دیگه دست داری میشونی توجه کنیم کسانی که میخونن سریع بیان دفتر. شهرام تفنگچی، داوود شریفی، هوشنگ هوشنگ مساوات، جعفر مسکنی و سامان سلک. خواستم بیان اینجا که بهتون بگم از 379 نفری که اسمشون برای عفو عید سعید فطر رد شده بود فقط شما 8 نفر مشمول عفو شدید. به زودی هم آزاد میشید. امیدوارم دیگه هیچ وقت قیافه نحس هیچ کدومتون اینجا نبینم. خیلی مردی. مبارکه. بچه مبارکه. آقا مبارکه. آرزو دارم تو یارم باشی. آقا نبود اسکنر حالش خرابه میخواد تو رو ببینه. بودو اونها داوود اومد. چی شده؟ بری که ببینم چی شده. چه شده؟ اسکندر داره نمیره. چیه مشی چی شده؟ او چرا این دست اول واسطه کمک کنیم ببرنش بهداری؟ نداره. باید با خودت تن حرف بزن. اینا رد کن برم. باش حالا تو بهداری بهم باشو. من آخرم. خودم میفهم. همین حالا. خلوت کنین. من یه نشیدی چی گفت؟ خلوت کنین دیگه. بریم بیرون. بریم بذارین نفس بکشیم. بریم بذارین بازی. بفهم. بریم با این هست. همه رفت. تو این خراب شده تنها کسی هستی که من قبولش دارم. این پسرم میمونی. میخوام یه رازی رو بهت بگم. راز؟ این شما که بهم عفو نکن. عمرم به آزادی قد نمیده. میخوام تو که داری میری بیرون تو این کار رو تموم کنی. یه نقشه دارم. نقشه یه تاج با 3 یاقوت راستسکی. اسکل کردی ما رو. این 3 یاقوت دست 3 نفره که اسم و رسم و نشونی هر 3 تاشونم پیدا کردم. خب اگه بتونی اونا رو پیدا کنی و رو تاج کار بذاری به اندازه هیکلت به طلا میدم پسر. بگو اینم با چیکار باید بکنی؟ مبادا کسی از این نقشه بو ببره مثل جونت ازش مواظبت کن. به کسی چیزی نگی. خب بعدش چی؟ حالا گیریم یاقوتا رو پیدا کردیم گذاشتیم رو تاج. یکی بفروشیمش. همه چی رو مو به مو تو اون کاغذ نوشت. چه شد؟ قلبت گره؟ یا قمر بنی هاشم. آقا این زبون بسته داره سقط میشه بیاین کمک. الان میبریم این بهداری وایسا. بگی سرشو بریمش. یک کله برداری. شازده گلوریا پروین اعتمادی یاقوت اول چیه؟ چیه؟ باز داخل ما شدی؟ با به ما نمیخوری آخه. ببین چش قشنگ حاجی تو که میبینی به اندازه موهای سرت حبس کشیده. فکر نکن موشنگی ما. حبس خوب اومدی. این یه سالی هم که اینجا مهمونیم سر جنابالیه. عجب روی داری تو. مثل که گاف جنابالی دادینا. آقام خدا بیامرز میگفت با 0 کیلومتر جماعت 13 به در نرفت. شده حکایت ما. چش قشنگ.
چه نسخی؟ اگه فکر کردی تو این گنج شرکت میکنم کور خوندی. حالا فهمیدم واسه چی حالت بده. ببینم تو به عراجیف اون یه تیکه کاغذ میگی گنج؟ بابا این داستانا مال کتاباست. خجسته ای داری ها. ببین من اگه تو رو نشناسم و به درد لاجرز همین در میخوره. خوبه؟ نه تو خوبی. ببین داوود، اگه گنجی هم در کار باشه و عاقل باشی میدونی به نفعمونی که باید با هم کنار بیای. باشه قبول. هفتاد سی. نفهمیدم چی شد؟ 70 سی؟ شماره‌مو که داری، زنگ بزن. 60 40. 50 این قدیم. تلفنمو که داری زنگ بزن. بدون من محاله بتونی این کارو بکنی. بچه زرنگ هستی ولی عقل تو کلت نیست. باشه قبوله ولی به یه شرط. رفاقتمون هم اینه قدیم. قبوله؟ همه چی اینه قدیم؟ همه چی اینه قدیم. بیا بغل عمو. دادو بیا. عاشق این تریپاتم سامی جون. نوکرتم. آقا دلار بازی دیگه نداریم ما. هیچ وقت. ایوه. اوه بابا کی میره این همه راه رو کجا؟ وایسا. داود یه دقیقه نگه دار من الان بریم. برو میتونی مخو بزنی؟ تا تهران مفته رفتی با. ایوه ماشالله خیلی کارت درسته. وایسا دیگه دامن تو دارم. وایسا دامن خیلی تو داری. اینم قابل شما نداره خیرشو ببینه. دستتم درد نکنه. خیلی کمه. چرا کمه؟ بیا قربونت برم. من میخوام تو راضی باشی. تو زیر خاکی بده. باشه میخوام یه جوری باشه باز ما چی بتونیم با هم دیگه معامله داشته باشیم. بده من ماچه بده من دیگه. بذار چی بده تو کسی نیده. تو چه خبر بود؟ جناب علی؟ یا خودت رو خب با من آدمای نامرد رو نمیشناسم. بیا بابا به من چرا داره ماشین یارو کوپه بود؟ کوپه بود؟ اون موقعی که آفتاب دوز بودی دادر می‌کردی. حالا که پای تاقی جو یاقوت و چیزا وسط تکلیف ما روشنه دیگه. آقا ببخشید. چیو ببخشم؟ ببخشید دیگه. چشت به فرنش می‌خوره اصلا یادت میره ما رو. حق با توئه. بعدم بهت قول میدم یه نام کاپشو خوشگلا که تو زمان نگه دوست داری برات بذارم کنار. کاپشو مشکیار می‌خوام. مشکیار. اوورکوترم می‌خوام مارش. مش حله. میدی یا؟ میدم. حل. جون سامی بگو ببینم تو چجوری زودتر از بهم برسی اینجا؟ شاگرد داووده دیگه. چجوری؟ هیچکی نمیگی؟ پیک موتوری. تو با پیک موتوری اومدی اینجا؟ اشتباه کرد. باید میرفتیم همین الان تو خونه کار تموم میکرد. الان وقتش نیست. مفخورای دور و بر شازده چارچشمی مراقبن سرشون بیکلا نمونه. منم نگران همون مفخوران یه موقع یاقوتو آپول کنم. نگران نباش. اگه یاقوتی در کار باشه یقین بدون جاش امتر از این حرفاست. جمعیت مایه‌دار و بیار و درد واسه چشم و همچشمی هم که شده امشب و سنگ تموم میذارن بهترین رستوران شهر رو رزرو میکنن واسه شام شب اول قبر شازده. اون وقتی که ما آره پس تا شب باشه تا شب. ولی یادت باشه اسکندر گفت اون 3 تا یاقوت کنار تاج با هم قیمت پیدا میکنه. که چی؟ برحال شیطونه دیگه میدونی که خواستم یادآوری کنم. ببین چش قشنگ تو مرام ما نامردی و زرنگی فرق میکنه. ما ممکنه بچه زرنگ باشیم ولی نامرد نیستیم.
دست رفاقت که میدیم تا تش هستیم. بابا ما نمیخوری آخه. بایسته ببینم من به تو نمیخورم. چی پرو؟ یه مار میبینم، نشونه خوبیه. میدونی که مار یعنی چی؟ یعنی گنج. یه پول قلمبه درست حسابی میرسه دستت. یعنی مهریه‌مو بذارم اجرا میده؟ آره عزیزم، تا قرون آخرش. اصلا میدونی راه زندگیت بازه. یه انگوش بزن شاداب شی. محبوب زودتر تمامش کن، بیا میخوایم بریم، دیرمون شد. محبوبه نه عزیزم، پانیز. چند دفعه بگم الان میام. تو چشم میبینم که خیلی خطرناکه، باید ازش دوری کنی. کی هست؟ احتمال زیاد خواهر شوهرت. ببین یه زندگی ها بهت میدن، میریزی تو چای شوهره که مهر اون لکاته از دلش بره بیرون، مهر تو بیفته به دلش. بعدم دفعه دیگه میای یه باطل و سر از عفت خانم میگیری، آویزون میکنی به زیر شلوار شوهرت. فکر کنم سحرش کرد. ببین داداشم از خارج اومده، بعد برم زودتر بده. ببخشیدا چه خبره نیومده؟ میخوام برم. مگه اومدی دنبال آتیش؟ ببخشید سامی خان، شرمنده. اختیار داریم پانیز خانم. چای تو بخور. پامیز خانم یه دقیقه بیا کارت دارم. یه مرد از این که قیافت بکنی این بسنتی و این زلمزین بارو را بندازی گوشه یه تا که پا میمدی زندان ملاقات داداشت. یه ساله موندویم، نمیگه آقا داداشم مرده است زنده است. ای بابا داوود جون، تو که میدونی من از زندون و اون اتاق ملاقات و اینا بیزارم. سامی خان که غریبه نیست. من واسه بابای خدا بیامرز اومدم زندون. خیلی خب نمیخواد جلوی بگی. همین کارا رو نکردی دیگه. ای هنوز نیومده دوام میکنه. خدا رحمتت کن. سبک از دنیا رفتی ها. اون 16 است. شاه غلام بود چیکار میکنه؟ چی نداره تو خونش؟ که بازه که سپلش پول آب وقت تلفن شما گوشه ما پرداخت. یا این 16 خیلی نرگدا بوده یا فک فامیلش خیلی لاشخور بودن. همه چیو جارو کردن رفتن. یعنی چی؟ یعنی که هیچی هم که نه. یه مش تیر تخته و آتشقال و تو بگو 2000. خیلی خب امشب که کاسب نیستیم. ببین اگه اسکندر درست گفته باشه هر چی هست تو اون تتمه لوازمه. بعد بریم تا فردا دیگه. را بیا. شب کجا بریم؟ من مسافر خونه بیا نیستم ها. امشب من مگستم. ایوه خیلی خفنه. ها کسی اینجا رو نکرده بودی؟ دیگه ببخشید اجازه نگیرید. چه جوری هست؟ صاحب مرده است؟ مال کدوم بدبختی بودی؟ این آخری رو ندیده بودی. مهماندار بود، آدم حسابی. فاطمه انده بلنشو بیا شام یخ. قبل اینکه جناب عالی ما رو تحویل قانون بدی لاتاری برد و رفت. پس افتادی؟ نه خیر نیفتادی. 2 ماه بیشتر قرارداد این خونه نمونده. 2 ماه چیه؟ تو بگو 2 روز. عجب روی داری تو. اتاق من کدومه؟ داوود غلط نکنم یکی از این لاشخوره داره تتمه رو جارو میکنه. دیر به جان میمی آقوته پریده ها. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشی. یا مسائل 16 است؟ بود. یعنی چی بود؟ همشو خریدم. چند؟ 120 تومن.
یکی 120 تومن دادی بابت یه مش آتارخاش که 2000 هم نمیارزه ها. توی تختاش سالمه. یه سنباته یه لاکرکو راحت تو جمعه بازار 500 آبش میکنه. نه بابا تو میری واسه کنار باش. عمرن. نشکنم میگم حالا 16 است دیگه ها. جهنم و ضرر یادگاری ازش برداریم اینا رو دیگه. میخریم همه رو میخریم. همه رو ما میخریم دمت گرم. نوکراشی؟ نوکر چی بابا حرف دهنتو بفهم. نه داداش ما از موری داشتیم. حالا اینا کلهم چند؟ چی چند؟ این آتش خاله. منم هستم. چی گفت؟ کجا هستی؟ همینجا. یعنی چی؟ منم شریک. شریک چی؟ همونی که دنبالشی. ما دنبال چی؟ نمیدونم. ما دنبال چی؟ تو اساس این یارو یه چیزی هست که شما دنبالشی. دیدی حالا داری اشتباه میکنی. اما میخوایم این لوازم فقط برای یادگاری یه چیزی. این خرمایی که تو داری الان میخوری بچه بودیم ما با هستش بازی میکردیم. یا منم شریک یا هیچ. نه؟ ببین آقای هسته خورما بالاخره یا فروشنده هستی یا نیستی؟ قصد من بودی جیگر به یارو میفروختی شب میرفتی خونش؟ بعضیاشون آره. عجب روی داره. حالا کل این خرت و پرتا چند؟ 200 تومن. آره. دیونه. 2 میلیون. 2 میلیون میگم. چی گفت؟ 2 میلیون. مرتی که قالتاق جنسیو که صبح خریدی 100 تومن میخوای بفروشی به ما 2 میلیون؟ فکر کردی سر گردن است؟ حرف دهنتو بفهم. مالمه دلم میخواد. حالا که اینجوریه 2.5. الان گفتی 2 تومن دیگه. 2.5. بابا میخوری؟ داوود مؤدب 3 تومن. خفه شو الان گفتی 2.5. خفه شم 3.5. میزنم دهنتو شتک میکنم بابا. نیست. 500 تومن داره پامون آب میخوره. برو خود درستشو. برو بیرون یه دقیقه باست میرم. خوشتی تشریف بیار اینجا. این کارت من. 3.5 ما حاضر کردیم یه تمام این آشغالا رو میبریم. نه خب. بریم آقا بریم. چی گفت؟ همون 3.5. خیلی گاوی. 4 تومن. 4 تومن مردم. همینجاست؟ آره خودشه. برو بروی ها. یک داغ 4 میلیونی به دلت بزنم نس ناس بری. استتار. بدو. هوا داشته باشیم. خیالت راحت. تابو جدیده؟ چی فکر میکنی؟ حله. اینجا رو باش. چیه؟ مصطبه تو شکر. یک. باز کردن این قفله با کلیدش یه صبح تا شب وقت میبره. داوود. ها. پنج تومن. شده یه کتک مفصل بهش بزنم همه اون جنسا رو از حلقوش بکشم بیرون. تو کی میخوای بفهمی دوره تیزی کشیدن و کتککاری تموم شده؟ بابا الان با اینترنت دارن هواپیما خرید و فروش میکنن. اون کله واسه فکر کردنه نه واسه کله زدن. اگه فکر کردی کل کراوات میکنم و ماتیک مربا میمولم این خبرو نیست. حاجیت همینجوری با همین قیافه یه چرخ تو خیابون بزنم 5 میلیون که سهله 10 میلیون کاسبم. جدا؟ بله. آفرین. با کله زدن. آره با کله زدن. اصلا میدونی چیه؟ من این ور جون تو همون ور جون. هر کی میرسی خودش. هر کی تونست 5 میلیون جور کنه 10% مالو یکی رو هم داره. قبوله؟ بابا به ما نمیخوری آخه پست نمیدم ها. منم پس نمیدم. داوود پس نمیدم ها. قبول. خدافظ. بیا بخور گلوت خوش جا. خدافظ. فردا شب میبینم دیگه. آره. Oh.
سلام، سامی هم با طعم لیمو. محض خواستگاری مزاحم شدم. دوماد مبله نمیخواین؟ ده خانم خوشگله سواشی. سامی براتون میخواد برقصه. لیکی 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 لیکی. حالا اینجا میگم ببخشید اینجا نه فضا کمه، اگر من خیلی حرکات قشنگتری بلدم. میگم خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما. خاموش کن اون ابزار معصیت رو. نسبتون با خانم چیه؟ فامیلیه؟ آره فامیلی. من خودم میدونم. نه یعنی چطور بگم، ایشون مسافر هستن. مسافر هستن؟ به به آفرین. حتما هم واسه ثوابشه نه؟ اگه ریا نشه اخوی بله. یاسر احمد. احمد جان بپوشم. اینجا هوا ابریه، کلاغا غارغار میکنن. اونجا چه خبره؟ اینجا آسمون آبیه. منتظر بمونیم بیای بریم هوا خوری؟ نه آجی، منتظر من نباشید. یه مورد مشکوک خطرناک منکراتیه که من الان درگیرشم. ما میریم کله پزی. باشه آجی جون، مراقب زنبورا باش. دریافت شد. وای برادر، خدا خیرت بده. اگه شما نبودی که معلوم نبود چه آینده تاریک و شومی در انتظار من بدبخت بود. خواهر من، شما باید مراقب باشید. بله. چقدر برادرمون تو جراید و رادیو تلویزیون اعلام کنن که فقط سوار تاکسی‌های آبدار بشید. خدا از برادری کمتون نکنه. در ضمن خواهر من، اون حجابتون هم یکم رعایت کنید لطفا. چشم. استغفر الله. چی شد اخوی؟ حرکت کن. کجا؟ گفتم حرکت کن. اینو واسه من ببن اخوی. میگم اخوی اگه وضعیتتون اورژانسیه خب ببرمتون بیمارستان. بیمارستان میریم قرارگاه. قرارگاه واسه چی؟ اصلا بریم همون کله پزی که خودتون گفتی. خوشمزگی نکن، این وظیفه شهریمه. میگم اخوی شما عضو بسیجی؟ فرمانده قرارگاه هم. شانست زده اخوی. یگان مبارزه با مفاسد اجتماعی. اوه شیت. فقط خدا بهت رحم کنه که جابجا نشده باشه. آخ. اینو بپیش راست. اینجا نه اون بر. کاش میرفتیم بیمارستان. بیستی میزنم بچه قرارگاه خودشون بیان اینجا تنگیدی تو باش. بچه قرارگاه خب واسه چی؟ وای اینا رو میخونم آروم میشم. بشین میرم. ببین اخوی،
باید مراحل قانونی طی بشه. برادرایی که بیسیم میزنن بیان خودشون کارشون رو بلدن. گواهینامه پیوست میشه. یه 3-4 سالی هم ماشینت میخوابه پارکینگ. شبونم پرونده‌تو میفرستن واسه قاضی کشیک که بررسیش بکنن دیگه. گواهینامه؟ چیه من گواهینامه همراهت نیست؟ آخه من گواهینامه ندارم. چی گفتی نشنیدم؟ نداری؟ گواهینامه نداری؟ وقت مسافر کشی میکنی من دیگه مجبورم گزارش کنم دیگه. این یکیو یاسر احمد. پلیز اخوی پلیز اخوی چی؟ مجبورم. اسم چیه؟ برادر سامان. ببین برادر سامان، گیریم که من از این کار زشت تو گذشتم و عمل وقیح تو گزارش نکردم. خرج عمل منو کی میده؟ نگران پولش نباشی. من یه مقدار پول پسنداز کردم، میخواستم برای ماشینم سیستم بندازم. خب اونو میدمش به شما. چقدره؟ 700,000 تومن. 700,000 تومن؟ نه مثل این که یاسر احمد. پلیز اخوی خواهش میکنم جون هر کی که دوست دارین گزارش نکنین، من هر چند باشه بهتون میدم. باشه؟ ببین فقط 2 تا جراح تو جهانن که میتونن منو عمل کنن. یکیش پروفسور اسمیت آمریکایی که اخلاق منو که میدونی، من زیر تیغ امپریالیسم نمیرم. یکی هم پروفسور یوسفیه که الان نمیدونم ایران خارجه. باید 5 میلیون بریزم به حسابش تا منو جراحی کنه. من که ندارم. نه تو ببین بهت میگم وقت منو نگیر. یاسر احمد. اما تا فردا جون میکنم قسم بخورم. قول مردونه میدم. سویچ مدارک ماشین تو ببینم. میتونی بری. برو بیرون، رفتی پشت سر درم محکم ببر. سلام اخوی، برات سورپرایز دارم. گلو پلیز چشاتو ببند. پلیز چشاتو ببند. سنگین باش اخوی. حرکات موزونم از خودت در نیار. بهت خندیدم پرو شدی ها؟ آخه نمیدونین که من امروز رفته بودم بانک این پولا رو بگیرم. کیو دیدم؟ کیو دیدی؟ دکتر یوسفی. دکتر یوسفی تو بانک؟ اون برگشته ایران دیگه، نجات پیدا کردی دیگه، میتونی بری اسکی. کوشه. سلام برادر اخوی. شنیدم شاغلو صدات کرده. میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر اینی که قرصاتو به موقع نمیخوری. الان یه نسخه‌ای براتون بپیچم که حالشو ببری. اخوی میتونی سویچ و مدارک تو از جعبه مهمات فرداری و بری. یعنی میتونم برم؟ رفتی درم محکم پشت سر ببند. به جون داوود دست به اون پولا بزنی فکتو خورد میکنن. الان دوره وب و وبکم و اینترنته. تا حالا از فوکل کراوات حالت به هم میخوره. رفتی واسه من سیویلتو زدی دکتر یوسفی؟ انجام وظیفه و تکلیف از حفظ آبرو هم برای من مهمتره. ضمن شبا که میخوابی در این بالکن تو ببند، یه موقع نیام تو خاک ریزت عملیات دو بره. این تو هم نیست. 5 میلیون پول بی زبونو دادیم بابت یه مش آتش خال، 2 سال ازمون نمیخواد. داو چه قرقر میکنی؟ امشب بز کارمونو بکنیم دیگه. چقدر تو واسه اون 5 میلیون زحمت کشیدی؟ چه البکی هم بوده یارو. منقل و وافور و همه چی هم داشته. بابا تو سنگر درست کردی، روز روشن عین ظلمات میمونه. تو لامپ میزدی به این بالا. من تو سنگر ریسه نصب میکنم. خب برداری که اینا رو ببرم بالا نصب کن چشم ببینه. چی عوض کنی؟ بیا این جل چشته بعد ببر اون بالا نصب کن. بس میگه بابا لوسته این گندگی جلوی چشمونه. بیا بس کمک کن. انبار دست بده من. یا علی.
اون دستو بده من. اینم از این. نور به قبرت دوباره ادیسون. سنگر باید روشن باشه که میخوای عملیات انجام بدی، ببینی چی کار داری میکنی. داوود 5 دقیقه میشه بذاری من تمرکز کنم و فکر کنم؟ ببینم ما تقریبا همه جا رو گشتیم نه؟ آره. مبلو چی؟ مبلا رو تو که هیچی نی. بس کن دیگه، نمیخواد بگرد. سمساره دستمونو خونده بوده. بسته به تو شکر. داود بریم من یک کله به این سمساریه بزنم، دارم دیوونه میشم. الان دوره اینترنت. داوود؟ استاد جون جدت یه چیزی بگو، زهرمون ترکی. میگم نکنه زیر لفظی میخوام. اصله حله. خیالم راحت. چند از استاد؟ ارزش اینا به قیراتشون نیست، به قدمتشونه. اما با این یه دونه فکر نمی کنم پول زیادی دستتون رو بگیره. ولی اگه اون دوتایی رو که با این روی اون تاج بودن پیدا کنید و بذاریدشون سر جاش، اون وقت فکر میکنم حدوداً 300 میلیون. 300 میلیون؟ 300 میلیون یعنی نفری 150 میلیون تومن. دلار. چی گفت؟ 300 میلیون دلار. دلار. سامی چیه؟ 300 میلیون دلار چند تومن میشه؟ خیلی میشه. و خیلی چند تا صفر داره؟ خیلی انقدری که صفراش تو گوشت بزنه بیرون. داوود بلند شو باید برسیم به دومی. داوود پاشو دیر میشه. سامی که اومد. گلوریا که میگن اینه خوراک خودته. چی شو؟ حالا عد همینی که 6 نفر تو پای سفره عقد کشونده، هر 6 تاشون هم دقیقه 90 جا زدن، خوراک ما شد. من و تو نداریم داوود جون، من و تو دیگه ما شدیم. مگه نگفتی ما روم میدیم؟ آره خوب. اصلا این به بعد همه چی 50-50. و داییت بیچاره.
یا قمر بنی هاشم میگفتن نسل اینا خیلی وقت منقرض شده که برو بکو بپا بکو باش باشه خانوادم که همه دوره هم جمعه خودش حتما اینجوره بس خودم الان برات واسه شما می‌نویسم کلیدی نیست که رمزیه خب رمزش چیه؟ چه میدونم حتما شما شناسنامه اتاق تحلیلشه دیگه پس باید به یه قرن پیش فکر کنیم از جاتون تکون بخورین با این خشکتون میکنم. آج خانم سلام هست. آقایون تو خونه من پای گاو صندوق میشه بگین چه غلطی دارین میکنی؟ خب نمیخواد بگی اومدین هواخوری ها؟ خانم گلاریا حتما سوء تفاهم پیش اومده. خوبه؟ میبینم که اسم منم بلدی. عرض کردم که سوء تفاهم پیش اومده. من کسی هست تو این شهر لیدی مثل شما رو نشناسه. اتفاقا همین الان داشتم به داوود میگفتم من هر شب تو فیسبوک پروفایل شما رو چک میکنم. خیلی سرجتون میکنه. بعدم میخواستم بهتون بگم عزیزم زود صمیمی نشو. الو 110 عکسشو به همه مرزهای زمینی و هوایی و دریایی فرستادن. آره با اینترپول هم چک کردن. هر جا بخواد از مرز دره ها دستگیرش میکنن. شری برام این روز روشنه. اگر فامیل دوباره بفهمن که فردا شبم عروسی به هم خورده حسابی برام دست میگیرم. یادته به هم گفتی که 7 عدد شانسم دید این دفعه هم نبود. حاج خانم بیا مادری کن این در رو باز کن جوونیم دیگه. افریته میگم این در رو واکن میزنم آینه ماینت رو شتک میکنم ها. داوود 2 دقیقه شلوغ نکن بذار فکر کنم ببینم چیکار کنیم دیگه. چیکار کنیم؟ بدبخت شدیم خاک تو سرمون شد. دوباره بعد گردیم تو همون سگدونی تو همون اولفتونی جنابالی والیبال بزنی بندم قاب بریزم. حالا میگی چیکار کنیم؟ یه شب دیگه تو که این همه بله گفتی یه بله دیگه هم بگو و تمومش کن قال قضیه رو بکنیم بریم دیگه. فردا صبح که شد یا خودن هاپول میکنیم و میزنیم به چاک. یه شب واسه من یه شب واسه تو یه شب نیست. تو اگه بیل زنی برو باخشه خودتو بیل بزن. بابا طرف چشش طوره گرفته. دیگه نمیدونم چی کار کنم. هیچی به فکرم نمیاد. بالاخره تصمیمتون رو گرفتین؟ اینو میبرن اون جون جد دیگه بله بگو تمومش کن دیگه. بابا هدیه‌شو غیر ممکنه. محال دیگه هم راجبش با من صحبت نکن. افتخار عروس دومات عروس چقدر قشنگه ایشالا مبارکت باد دومات که شو قشنگه ایشالا مبارکت باد عروس خانم بفرمایید امشب کارت در اومده عروس چقدر قشنگه ایشالا مبارکت باد بفرمایید
سامی جان، سامی کجایی؟ درا رو که سه قفله کردم، حسارارم که بستم، دوزگیرام که روشنه، سگارم که مل کردم. محال این یکی بتونه از چنگم فرار کنه. در باز چی داری گفت میکنی؟ از محکم کاری عیب نمی کنه عزیز. بیا اینو باز کن ببینم. دستمو دارم اذیت میکنه. یه مزا ندارم. به من نسبت دستم فوبیا دارم گلوریا. داوود جلو مادره. داوود تو رو قرآن بیا بیرون. داوود بیا دستمو دستمند زده. گفتی 150 میلیون چند تا صفر داره؟ ببینی خودتو لوس نکن. چطوری شادو؟ ببینم. یه سنجاق منجاقی چیزی میخواد. این که اینجاست که بیاد اذیت نکن. نگران نباش الان برات بازش میکنم. سامی جان بیتاب نکن. این آلمانی هاست این به این راحتی باز نمیشه. چی کار میکنی؟ یه دقیقه واسه من برای یه رفیق دارم این کار است الان بیرون میارمش برات بازش میکنم. به جون مادرم اگه بذارم بری. چیکار کنی پس؟ بجا من اون افریته با ماشین میاد دنبالمون. بجا فکر کنم صبح بریم آمپول هاری رو بزنیم جونتو. گیریندین بودن نه؟ نه بابا اینا باکسر بودن. بوکسور بودن؟ پاچمونو گرفت. پشت سامی جون، پشت نگاه اون نقشه به ناز ببین آخرین حلقه شانسمون کجا منتظره. مأمور آب هستم اومدم کنتور رو چک کنم. یا الله چشایی داره. اینجور که پیش میره سرما نشده آبتون قطع میشه. قطع میشه یعنی چی؟ ولی اینجور که دستگاه داره نشون میده میزان مصرف شما 10 برابر الگوی مصرف. مگه چند خانوار اینجا زندگی میکنی؟ فقط من و خانوم. عجیبه. استخر رو با چی پر میکنی؟ آب چاه. ترکیدگی، نشتی چیزی؟ باید داخلم چک کنم. اینا گریندین نه؟ تو اینترنت سرچ کردم دیدمش. باجه. آخه من دیگه به چه امیدی چجوری میتونم زندگی کنم؟ تمام هم مقامم این بود که بعد از 25 سال پسرم پیدا میشه و این چند سال باقی مونده رو واسش مادری میکنه. ولی مثل این که تا آخر عمر همین آرزو به دل باید بمونه. پس نسرین جون اگه خبری شد بهم زنگ بزن دیگه. خودت بهم تلفن کن. فعلا خداحافظ. برادر من پیدا شد بالاخره؟ پیدا شد؟ خیر حاج خانم خیر. ای بابا سلیمون برو سگا رو خفه کن اعصاب ندارم. ای داد بیداد. حاج خانم اینا همیشه اینقدر سر صدا میکنن؟ نه خیر همیشه انقدر سر صدا نمیکنن. به آدم‌های غریبه حساسم. چند وقت پیش یه آدم همچین مثل شما اومده بود اینجا کنتور برق رو چک کنه، یکیشون زد تیکه پارش کرد. ما 17 میلیون افتاد رو دستمون دیگه دادیم.
ای بابا. آره. یا حاج خانم وقت نگه داشتن همچین جونه برای تو خونه صلاحه؟ برادر من زن تنها از ترس دوست چه کنم تو این خونه درندش. خانم یه دونه از این دزدگیرای جدید بخرین، مدرنش اومده، میگن پشه رو هوا بپره بوق میزنه. دزدگیر دارم بابا جون، دزدگیر پیشرفتم دارم. این دوتا سگارم گذاشتم تو حیاط محض احتیاط. فکر دزدی کردن از اون خونه رو هم مغزت بکن بیرون، امکان نداره. چطور؟ اولا دزدگیری داره از نوع خفنش، نیو ویرجین. دوتا گریندین داره اندازه خرس. میگفت همین یه هفته پیش یه مامور برق خورده. یه محافظ داشتم این هوا اندازه غول بود. بعدش هم همه در پیکراشو بعدش از این قفل پنجره‌ای فولادی زده. عالیه. اسکل کردی ما رو؟ من دارم میگم یارو محافظ داره، دزدگیر داره، گریندین داره، تو میگه عالیه؟ دزدگیر و نگهبان و سگ و که واسه 4 تا بشقاب چنگال تو اون خونه نگه نمیداره آی کیو. الان دیگه من مطمئنم که یاقوت توی همون خونه است. راست میگه. چیه ویزیز میکنی زیر لب؟ چی بابا میگم عجب دنیاییه. یارو اینقدر داره نمیدونه باش چیکار بکنه. اون وقت ما واسه 2000 سنار باید جونمون در بیاد. 4 روز بعدم میفته میمیره، همه پولاش هم هاپولی میشه. یعنی چی هاپولی میشه؟ یارو کس و کاری نداره که، خودشه و خودش تک و تنهاست. فقط گفت یه پسر داشته 25 سال گم و گور شده. نفهمیدم چی شد، یه بار دیگه این تاشو بگو. هیچی بابا، گفت یه پسر داشته 25 سال گم و گور شده. رفتن آگاهی این ور مجله روزنامه عکسش رو زدن، نتونستن پیداش کنه که. بفرمایید. سلام، ببخشید پانیز خانم تشریف دارن؟ شما؟ من یکی از آشناهاشون هستم، میشه خواهش کنم صداشون کنی؟ ببخشید آقا، ما اینجا فقط خانوما رو ویزیت میکنیم. کار خیلی خوبی میکنین، دست راستتون زیر سر ما. پانیز خانم، دم در با شما کار کیه؟ عزیزم وقتی تو باید با عفت خانم چک کنی. خدا کیه؟ ایوا سلام سامی خان. سلام. قابل از این برای حضرت فقیر فقرا کردیم. اختیار داریم که زحمت می‌کنم. خواهش می‌کنم. شما که غریبه نیستین، بفرمایید تو. داداش داوودمه. من نیستم. الو داداش. چطوری محبوبه؟ پانیز عزیزم، داداشم پانیز. پانیز جون کجایی الان؟ سر کار قربونت برم. دارم فال مهری خانم رو میگیرم. خیلی سلام برسون. مهری جون، داداش داوودم خیلی سلام میرسونه. مهری جونم خیلی سلام میرسونه داداش. ارادت دارم خدمتشون. چطوری مهری خانم؟ ای وای داداش ترسیدم تو اینجایی. مهری خانم ایشونن دیگه ها؟ تک شاغلامی ازت بسازن مهری جون. حالا دیگه با آبچه ما تیک کنیم ها. خودت کار بودن نداری ها؟ تو خودت کار نداری؟ من از شما عذرخواهی میکنم پانیز خان. داوود دیگه میشناسینش که. ببینم یه هول دارم پل دارم میکنی، نمیتونی یه ماشین ردیف واسه کار اونجور کنی؟ ببین چش قشنگ حاجید همینجوریش. یه چرخ تو خیابون بزنه 10 تا ماشین میتونه جور کنه. آره. همین خوبه. بابا ما نمیخوری آخه. من به تو نمیخورم. بابا تو آخه کیو زدی؟ داداش حالا مطمئنی میخواد بره دکتر؟ آقا بابا گفتم که طرف قاطی داره. هفته یه روز میره پیش روانپزشک. دیروز هم داشت تلفنی با منشی دکتر هماهنگ میکرد. کرمو ببین مار شده. اینجا رو داشته باش. مسکه اومد. آره خودشه. یارو گنده قوله همون محافظش. برو برو برو.
بچسبش گمش نکن. گمش نکنی. جلومون داره میره دیگه، چی گمش؟ از تو آینه فقط ما رو نبینه. این کی اومد جلو؟ بگیر اونور بابا شتک. بیا بالا دیگه. اکبر. عصبانی نشو. بگی بقیه بگی بقیه. آقا دیزر بود پای ترس رو نبینه. خیلی خوب رفتیم. الو سلام. خوبی شوهر جون؟ نه بیرونم. یه دقیقه گوش برم که ای بابا هیچی بابا داییه کشته من سر این ماشینش. چی؟ عزیزم شوهر جون چه حرفیه میزنی؟ من که رمال فالگیر نیستم که. آره یه وقتا یه چیزایی میبینم میگم که تو نمه زنگ میزنی به من. الانم اصلا حوصله ندارم اومدم دکتر. ببخشید خانم وقت قبلی داشتین؟ نه عزیزم اومدم اگه بشه بین مریض برم تو. نمیشه خانم محترم، دکتر اصلا بدون وقت قبلی ویزیت نمیکنن. تو رو خدا حالم خیلی بده دارم دیوونه میشم. حالا یه لطفی بکنی. باشه فقط معطل میشین. اشکالی نداره وای میسم. مرسی. چی تو گم کردی؟ اون که مروارید داره وسطش؟ خیلی خوب. بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. وایسا تو حالی؟ خیلی خوب. برو تو راه رو. برو. نه بابا برو اتاق بچه ها. زیر تخت بردی ها. آره زیر تخت بردی. ای بابا کوری مگه؟ زیر دست جارو برقی رو میگم. زود باش دیگه مخم ترکید شوهره. آخیش جون بکنی تو. خدا مواظب باش دیگه شوهره. نه بابا خواهر من اشکالی نداره. خواهر به درد همین وقتا میخوره. قربانت. خداحافظ. چیکار کنم؟ ببخشید خانم شما حالتون خوبه؟ شما به این میگی خوب؟ به خدا یه لحظه شب نمیتونی تحمل کنی. خلاصه نمیدونم بهتون چی بگم. نمیدونید به چه مصیبتی گرفتار شدم. هر کی گم میکنیم یه سراغ من. یکی ماشینشو دزد میبره من باید پیدا کنم. اون یکی میخواد جلو از وصیت پدر نمردش با خبر بشه به من زنگ میزنه. اون یکی میخواد ماچ شوهره رو بگیره من باید آدرس دو دخترشو پیدا کنم. ببینید من دیگه چقدر بدبختم خانم. خلاصه دنبال یه قرصی دوا یه دارویی میگردم خلاص شم. نگو عزیزم نگو. خدا من فکر میکنم خداوند عنایت و قدرت رو به کسی میده که بتونه به هم نوع خودش کمک کنه. ناشکری نکن انقدر. ببین خانم اعتمادی به من بگو پروین عزیزم. چشم پروین جون من مطمئن نیستم بتونم بهتون کمک کنم. من ازت خواهش میکنم ببین تو هنوز مادر نشدی بفهمی من چی میکشم. من میخوام بچم رو پیدا کنم. باشه جبران میکنم برات. باشه. اسمش چی بود؟ کامبیز اعتمادی. کامبیز. یه عکسی یه چیزی ازش دارین؟ آخه میدونید من موقعی که بخوام تمرکز کنم باید باش ارتباط برقرار کنم ببینمش بهتره. شاید لفتش میده. وای چیه؟ داره میاد. به همین زودی؟ عجب مغناطیسی داره این کامبیز.
چه خوب. آره چقدر حضور داره. خواهی زنگ بهش بزنیم. بیرنش. داییمه باید جواب بدم. الو سلام دایی جون. قربونتون برم. راست میگی؟ خب خدا رو شکر. خیالم راحت شد. بهتون گفته بودم که ماشینتون رو بعد از دزدیدن میبرن توی کوچه‌ای که از تهش برج میلاد معلومه. از همون اولا باید میرفتی کوچه نیشان میگردی. قربونتون برم. حالا من بهتون زنگ میزنم باشه؟ تا بعد. خدا. ماشین دزدی پیدا کردی؟ پروین جون موقع تمرکز انقدر بهم فشار میاد که حاضر بودم برم یه 206 بخرم بدم به این دایم که دست از سرم برداره. پارنیس جون کامبیز رو شروع کن. کامبیز. ناسین پلای میمونه نه اون چه خالخالیه. اسم کامبیز. کامبیز چی بود؟ چیز اعتمادی. کامبیز اعتمادی. هرمی هستی؟ کجایی؟ چی گفت؟ سردسته همین شرکت های که هر ناکسی سر 3 تای زیر دستشو میتراشه. اون 3 تا هم هر کدوم سوا سر 3 تای دیگر رو میتراشن. آخر سر اون کسی که خورده و برده و چاپیده همون اولی بوده. من نمیدونم این همه لعن و نفرین و فوش خار مادر رو کجاتون جا میدین؟ نه داداش ما بالا دستی میزنیم. از شیر مادر حلال تره. هوایی هستی؟ جانم؟ اگه هوایی هستی باید حسابی هوایی ما رو داشته باشی. یعنی اگه میخوایم با طیاره جیم فنگ شیم پاس بده به ما. فرقی هم میکنه استاد. استان بود. همونی که سند کاخ دادگستری رو جعل کرد. این آخری داشت سند کاخ گلستان رو جعل میکرد که چیز خورش کردم. لنگه نداشت. بنیانگذار جعل اسناد تو خاورمیانه بود. من شاگرد ارشدشم، نوکرشم، غلامشم، مدیونشم. تو اولین کارم تابلوی استاد فرشیان رو جوری کپی کردم که حراج کریستی لندنم نفهمید قلابیه. اوستام گفت روحم تو روحت حلول کرده پسر. یه سندی و جای صدام حسین جوری امضا کردم که هنوزم بابتش پول میره بانک سوئیس. به من میگن کپی برابر اصل. حکم یه قاضی سیسیلیو اینو دستخط خودش جوری پاراف کردم که با همون حکم سردسته مافیا از زندون قصر در رفت. بیچاره قاضی تو دادگاه فکر میکرد زمان مسین حکم امضا کرده. پارسال بعد 20 سال اسناد کاگب فاش شد. فاش نشد، فاشش کردیم. من تو خارج خیلی خاطرخواه دارم ولی دوست دارم. دلم میگه اینجا وایستم و برای خاک خودم خدمت کنم. من بدم میاد کارم لو بره، جونم بره. نمیذارم کارم لو بره. آدم باید تو کار شرافت داشته باشه. اینو اوستام میگفت. ما باش فکر میکردیم آخره بنبست زرنگی خودمون. آقا از کالبرات زرنگی رفته تو از اگزوزش اومده بیرون. نام پدر. آقا عذرخواهی میکنم من یه عرض کوچیک دارم خدمتتون. لطفا نوبت بگیرین. الان دارم کار خانم انجام میدم. مادر جون ببخشید من یه سوال کوچیک دارم فقط. آقا من هیچ عجله‌ای ندارم. کار آقا انجام. ای قربون مادر. این اسامی کسایی که تو قرعه کشی بانک برنده شدن کجا میزنین؟ لیست اسامی رو دیروز از رو بورد برداشتیم. حالا ما چون دیر اومدیم از بورد در میایم. یه لطف کن چک کن شاید برده باشن. بورد قربان، تابلوی اعلانات. آها اون بورد. من از کجا میتونم بفهمم بردم یا نه؟ اسمتون رو بگی من تو کامپیوتر رو چک کنم. کامبیز اعتمادی. فرزنده؟ اسم این بابا ننه‌ای نداشته رو همه جا باید بگیم. این که نمیشه قربان. باید نام پدر و شماره ملیتون رو حتما بگین. کارت ملی همراهمه کافیه؟ بفرم. کامبیز مادر. ای وای. سلام عزیزم. خوبین پروین جون؟ دیدین گفتم بالاخره پیداش میکنی؟
الهی قربونت برم پانیز نازنین. دیدی گفتم میتونی. الهی دردت به سر ما میبخوره. این همون فرشته‌ایه که بهت میگفتم. بله سلام. سلام فرشته خانم. الهی قربون اون شیرین زبونیت برم که از بچگیت مثل یه گوله نمک بودی. آخه دیگه با اجازهتون من رفع زحمت میکنم. رفع زحمت؟ آقا سلیمون بودو ببینم. درا رو ببند. حفاظارم شیش قفله کن. به دردی مگه؟ خانم. بودو. چرا که به پست مخوره تو کار قفل کردنه؟ چی گفتی؟ جان؟ نه عرض کردم که ببینید خانم محترم. ببن بگو مامی. ببینید فرشته خانم، من به مامیم عرض کردم پدر و مادر من سالهاست که به رحمت خدا رفتن، یعنی مردن. توی روانشناسی بالینی یک اصطلاحی هست که بهش میگن شیخوسیسم درونی، یعنی اینکه یه جور هیجان زدگی کاذب. متوجه منظورم که میشید؟ بله. شما الان دچار شیخوسیسم درونی شدید. هضم این موضوع باعث شده که سیستم عصبی شما مختل بشه. مقاومتتون هم رو همین اصله. یعنی که قربونت برم، یعنی که باید با این حقیقت کنار بریم. اینه. یعنی چی آقای اشجاری؟ شما رسما داری انبار شوهر خدا بیامرز رو من بالا میکشی؟ باشه. یعنی جواب اعتماد من به شما این باید باشه؟ تهمت چی آقای اشجاری؟ بهتون میگم بشینیم حساب کتابامون رو با هم روشن کنیم، تهمته؟ من به شما 48 ساعت آقا فرصت میدم به این وضعیت رسیدگی کنیم، وگرنه مجبور میشم. حالا نمیدونم اسمش هر چی بخوای بذاری بذار. من تا الان با تو دوستانه رفتار میکردم برای که فکر میکردم تو دوست شوهرم هستی، ولی از این به بعد مثل این که باید یه جور دیگه رفتار کنم. چی شده ماما؟ کامبیز جان بیدارت کردم، معذرت میخوام. نه بیدار بودم. کی بود؟ چه میدونم بابا، شریک سابق بابات، نامرد، یه کلاهبردار درست حسابی. از وقتی که بابات مرد این مرده نذاش یک قطره آب خوش از گلوی ما بره پایین. هی سندسازی کرد، ما بدهکار. چه میدونم. عجب. حالا حرف حسابش چیه؟ ولش کن، اصلا فراموشش کن. برای اینکه من دلم نمیخواد تو هنوز نیومده قاطی ماجراها بشی و این چیزا. فدای موت الهی قربونت مادر من یعنی فدات بشم. به هر حال باید اگر حق و حقوقی از پدر خدا بیامرزم گردنش تکلیفش روشن بشه دیگه. من این مملکت هر کیه. آره من میدونم. تا حالا اینا فکر میکردن تو یه زن تنهای هر غلطی دلشون خواسته کردن. از این به بعد باید بدونن آقا کامبیز مثل یه کوه پشتته مادر من. راستش توی اون اموال چیزهای زیادی بود که یادمه، مثلا یه یاقوت زرشکی رنگی بود که پدرت چقدر دنبال این بود که اینو به دست بیاره. نفهمیدم کی و چجوری شد یاقوته رفت دست اون نامرد و این تاج لخت موند رو دست من. مادر من گفتی اسم شریک عزیز چی بود؟ بله. آقای اشجاری مهمونتون تشریف آوردن. بفرمایید تشریف داخل. خودت هم کاری نداری آف دیگه. میخوای مهمونت که رفت منتظر بمونم بعدش با هم بری؟ خداحافظ. سلام علیکم. سلام از بنده است. کریم آقا 2 تا نوشیدنی محبت کنید. در خدمت شما. خیلی خوش آمدید. مرسی. ببخشید که دیر کردم، یکم کارم طول کشید. خیابونام که دیگه قلقله است. اتفاقا خیلی خوش موقع است. چیکار داره میکنه این بیشرفا؟ هرچی خلوت‌تر باشه زودتر به نتیجه میرسیم. راستی شما چند سال سابقه منشیگری دارین؟ ببخشید آقای اشجاری، خانم اینجا کار میکردن. ایشون منشی روزه. 4 بعد از اون میره. بگیر اینو من برام شتکش کنم بیا. دیوونه بس در نیار.
میخوای همه چی رو خراب کنی؟ تو نمیبینی چی داری میگه؟ منزل کجاست؟ یکم راه هم دوره ولی مسئله نیست. عذرخواهی میکنم برمیگردم. بله ببخشید خانم، من جلسه دارم الان، گرفتارم. شما شام میل کنیم، من کوفت میکنم، یه چیزی خستم. خدا نگهدار. عرض میکردم که جزئیات باشه واسه بعد. به افتخار شورای همکاری. نایس. خانم یه آب پرتقاله. اجازه بفرمایید من اصلشو بیارم خدمتتون. اوریجینال. من اینجا یه اتاق خصوصی دارم واسه استراحت. بد نیست یه نگاهی بهش بندازین. دیدی چی گفت؟ دیدی چی گفت؟ دهنش آسفالت. داوود همه چی رو خراب میکنی دیگه. اوریجینال. میگم چشات سگ داره ها. سگ داره. کجاست این دزد ناموس؟ داوود نکن بینی بابا. داوود برا وقت ببینم. فکر کنم الان باید اینا رو انگشتمو بذارم اینجا ها. بابا داوود دست نزن بهت میگم قفل میکنه. داوود بهش الان به هوش میاد. با این مدلش کار من نیست. ولی یه رفیقی دارم. نه کار اونم نیست. با این بالا دست نزن داوود جان. ببین این هند سکیوریتیه. یعنی چی؟ یعنی لمسیه، فقط با دست خودش باز میشه. او مای شیت. بیا آوردنش. بچخ دیگه بس چم شد. بیا بالا سب کن حله. نه سب کن. حله برو. ای لاکردار هر چی خورده پس ندیده. بودو جی ایوان چی شد؟ داوود بجون در ما بودو تا بهوش در اومده. بابا مواظب کله داداشم باش. الو من بعداً زنگ میزنم. من باید یک کنترل مجددی با ذره‌بین انجام بدم. مشکلی نداره. بفرمایید.
بهتون تبریک میگم. اصله. عالی. خب استاد بسم الله. به خیالت من خزانه دار بانک مرکزی هم. من امروز با رابطمون در امارات تماس میگیرم. صحت و سقم ماجرا رو براشون توضیح میدم. دیگه تصمیم با اوناست. یا به حرف من اتکا میکنن یا نمایندهشون رو میفرستن. بعدش افتتاح یک حساب ارزیه در یکی از کشورهای اروپایی که اگه نظر منو بخواید من سوئیس رو پیشنهاد میکنم. آره سوئیس خوبه. منم نظرم. خب بعدش همزمان با تحویل جنس پول رو واریز میکنن به حسابتون. این پیش پرداخت نداره؟ من سعی میکنم حداکثر تا فردا ظهر ساعت قرار بعدی رو خدمتتون اطلاع بدم. بعدم نیست. باش. خانم محترم خیلی مواظب این امانتی‌ها باشید. بریم پس. استاد پس خبر از شما؟ نیست. خداحافظ. عجب بچه‌های خوب و حرف گوش کن. تو هم بچه خوب و حرف شنوی هستی. خانم شما همیشه به من لطف داشتید. خوبه چرب زبونی نکن. بده ببینم خودتو بهتر. بفرمایید خدمتتون. اصل تاج. دلم تاج. بازش کن. با اجازه. چاپلوسی نکن اسفر. رفیقمون نسخه. اذیتش نکن. راستی من سر راه پیاده میشم. کجا؟ کلاس زبان دیگه. مگه نگفتی انگلیسی تو خوب کن؟ آفرین آفرین. باریکلا. داشتمی برنامه تو چیه داداش؟ هنوز نمیدونم که جواب نشد. علل حساب سوئیس رو که افتادیم. بعدش هم که دیگه صفا سیتی منگوله. ایوا داداش موبایلمو جا گذاشتم. عتیق فروشی؟ سفر بخیر. مواظب خودتون باشید. خداحافظ اسفر. داشتیم بغل نگردم. من الان زود برمیگردم. وایسا منم بیام. بشین تو ماشین. چشت خورد به این یاقوت ها یادت رفت موبایل تو. استاد بذار یاقوت ها رو بفروشیم. یه موبایل دیدم میخوام برات بگیرم 82 مگاپیکسله. استاد نکن رفتی دستشویی؟ استاد بی خودتون رو خسته نکنید. باز چی؟ برای اینکه کسی اون تو نیست. یاقوتا رو بده من. یاقوتا؟ بده من یاقوتا رو. یاقوتا رو چی میخوای؟ بده بهش. چیکار کنیم؟ چیکار داری میکنی؟ چیکار داری میکنی دیوونه؟ شلوغ نکن داوود. یاقوت هست که نمیشکنه. خاک بر سر. یعنی؟ آره یعنی
کجایی تشتک میرسان؟ خانم محترم، خیلی مواظب این امانتیا باشید. بابا اینجا که همه چی سیاه‌بازیه. کجایی؟ اینجا که همش خرابه است. رو دست خوری. ای بیشرف جاساز داشتی اینجا نگاه کن. دیدم هر اون لقمه از اونجا برداشت اینا رو اینجا چکاپ کنم دوباره. حواستون کجا بود آخه؟ همون موقع برداشت عوض کرده دیگه گذاشت اینجا سگ مسته بود. ببین اون برای چیزی نداشته باشه. چیز نبود. گشتی آژانس آریا بفرمایید. سلام عرض میکنم قربان. من اشتراک 414 هستم. میخواستم ببینم مسافری که اینجا بردین رسیده به مقصد یا نه. من یکم نگران هستم. یه لحظه اجازه بدید چک کنم. آیا عزیز این مسافرتون 20 دقیقه از سوار ماشین شده. فکر کنم تازه 1-2 ساعت دیگه برسه فرودگاه ما. داوود تو اون ور ببین. من نیستم اون ور چک کن. مسافرین محترم پرواز شماره 601 هواپیمایی لوفتانزا به مقصد فرانکفورت جهت تحویل بار و دریافت کارت پرواز به کانترهای 31 الی 38 مراجعه فرمایید. متشکرم. شما اینجایی؟ همه جا رو گشتم نبود. Lufthansa passengers on flight number 601 to Frankfurt. Please proceed. مرتی که شنبلیله انگار آب شده رفته تو زمین. معلوم نیست کجا رفت. Thank you. ای وای این چقدر شبیه پروانه. میگه اون اینجا چیکار میکنه؟ آره. حتما داره میره خارج. اون کیه دیگه؟ شوهرشه. نه شوهر نداشت. شبیه نگاه کن چه شبیه اسکندر مرحوم. یعنی چی؟ داوود خود اسکندره که یعنی دو دستشون توی کاسه بوده با هم؟ ای وای دوباره رو دست خوردیم. سکار اونا دو زمین داوود ها ببینم میتونی 10 دقیقه خلبان رو معطل کنی یا نه. با اینا؟ آره بودو. چجوری آخه؟ ما خوراکم. بفرمایید خیلی خوش اومدید. سلام خوش اومدید. چیکار داری میکنی؟ Ladies and gentlemen, this is Captain speaking. Welcome on board. Our flight number is 444 and destination is Dubai International Airport. Our flight duration is estimated about 1 hour 45 minutes and I wish you all a pleasant flight. Thank you.
کاپیتان پیداش کردم. داوود بابا من اینو پیدا نمی کنم این تو. بگرد همونجاست. چه جوری بود آخه؟ چی شد؟ ایچی بابا شتک شدم. بگو. آها خیلی خوب خیلی خوب. بذار بگردم. باشه بریم دیگه کاپیتان. چیزی لازم نداری؟ مامان پروین؟ نه. این خدمتتون باشه من الان برمیگردم. قربان عملیات با موفقیت به کمک دوستان انجام شد. واه سلامت شد جناب سرما. واقعیتش این اشتباهی اومده بود تو بار. بفرمایید. الان میام خدمت. یادتون باشه زیاد نباید بخندین، مخصوصا تو قرارهای اولتون. خانوما از مردایی که زیاد میخندن خوششون نمیاد. زیادم حرف نزنین. واسه چی خدا 2 گوش بهتون داده و یه زبون؟ پس بیشتر گوش کنین. قرقرای خانوما رو گوش کنین. دوست دارن. میدونم سخته ولی از پسش برمیاین. تحمل کنین. قرقر خانوما تایم داره، معمولا بین 5 تا 10 دقیقه بیت 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 قر میزنن بعد تموم میشه. بعدم یادتون باشه خانوما از شغل دکترا خوششون میاد. اگر دیگه خیلی گیر کردین چی؟ خلبان.